و بر شما وعده کرده بودیم که درباره مرگ و شدت مرگ و چگونگی مرگ، آیا از مرگ کی خلاص می شود یا نه، بر شما صحبت میکنیم. الحمدلله که این ساعت بر بالای ما و شما آمد و این فرصت خدا بهر من حل نمود. پیش از آنی که صحبت آغاز کنیم، وقتی در کتاب ها نگاه کردم یک حدیثی را دیدم که خواستم را پیش از صحبت بر شما برسانم که این در حیات حضرت اسامه ابن زید رخ دادگی بود. حضرت اسامه میگوید یک روز میگد پیغمبر خدا در مسجد، تمام مردم در اطرافش جمع بودند و رسول اکرم بالای منبر برآمدگی بود و مردم از خدا و از پیغمبر خدا خبردار میکرد، از قیامت و از گور مردم میترسانید. اسامه میگوید من در یک گوشه هم بودم و نگاه کردم که تمام مردم در گریه هستند، همه گریه دارد، همه از گور میترسد، از قیامت میترسند، آبهای چشمشان داشته نمیتونند. اسامه میگوید من هر چی که میکردم آبی چشمم نمیریخت. از این کردار خودم ناخوش شدم که چرا که آبی چشمی همه میریزد لیکن آبی چشمی من نمیریزد. مجلس تمام شد، تنها نزد پیغمبر خدا آمدم. متن حدیث هم ته هست: یا رسول الله اشکو الیک من جمود العین. اسامه میگد آمدم نزدش، گفتم پیغمبر خدا یک شکایتی دارم. گفت چی شکایت داری؟ شکایتم همین است که چشمهای من یخ کردگی هست. جمود این از کلمه یخ است. چشمهای من یخ کرده است، هر حرکتی که میکنم از داخلش آب نمیبراید. رسول اکرم چی حالت باشد؟ پیغمبر خدا چیکار کردن؟ میگد اسامه میگد وضع یدیه علی صدری، دستش میگه پیغمبر خدا آورد بالای سینه من ده گذاشت و چی گفت؟ گفت اخرج یا عدو الله، ای دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو. با مجردی که میگه این سخن از زبان پیغمبر برآمد، ای دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو، ثم بکیتو، آبی چشم دیگر داشته نشد، آبی چشمم هم تریختن گرفت. میگه گفتم رسول اکرم این سبب در چی بود؟ در دل من چی بود که تو گفتی دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو؟ چی بود در داخل دل من؟ رسول اکرم چی گفتن؟ اسامه گفتن جمود العین من قسوة قلبک، این چشمی که از تو یخ کرد آبش جاری نشد، این سببش این است که اسامه دل تو سیاه شده بود. این ابعد الناس من الله القلب القاسی، پیغمبر گفته است بدرستی این که دورترین مردم از خدا کی هست؟ همون شخصی است که دلش سیاه هست. اسامه حیرت ماندن، گفتن رسول اکرم من 5 وقت نماز با جماعت میخوانم، من خدا را میشناسم، این سیاهی از کجا پیدا شد؟ رسول الله گفتن قسوة قلبک من کثرت الذنوب، این سیاهی دل تو اسامه گفت از بسیاری گناهی تو پیدا شد. تو گناه را بسیار کرده، تو نافرمانی خدا را شاید در پنهانی بسیار کرده باشی که این دل تو را سیاه کرده است. رسول اکرم میگوید این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکته سودا فی قلبه
فاذا طاب سقل منها فاذا زادت. این ابو هریره روایت میکنه این حدیثه. چی گفت از پیغمبر؟ گفته است وقتی که اگر بنده مؤمن گناه میکند خداوند به منزله یک نوگ سوزنواری در بالای دل او یک نقطه میگذارد. وقتی که اگر بنده پشیمان شد از گناه سقل منها خدا در حال اون نقطه را دور میکند. فایزا زاده لیکن ناترسانه با گناه را دوام داد زادت خدا نقطه سیاه را زیاد میکند. یعنی دل از گناهی بسیار سیاه میشود. در دوام پیغمبر خدا چی گفت؟ گفت میدان اسامه که گناهی بسیار از چی پیدا میشود؟ با چی سبب بنده گناهگار میشود؟ با چی سبب؟ اسامه سوال کردن گفت کثرت الذنوب من نسیان الموت. میدانی گفت اسامه بسیاری گناهی تو گفت اسامه پیدایشش از این است که تو مرگ فراموش کردی، تو مردن فراموش کرده ای. تو از این به خاطر هستی که تو بالای پات حرکت داری، امروز تنی صحت داری، لکن در پیش مرگ منتظر توست. تو از مرگ فراموش کردی. حضرت گفتن رسول اکرم بهر چی من مرگ فراموش کردم؟ چرا این طور شد؟ رسول الله گفت که من طول الامل، زیرا که در دل تو آرزو بسیار است، تو نقشه های بسیار که در دل داری، آرزوهای بسیار که در دل داری، از این خاطر تو مرگ فراموش میکنی. در اصل آن آرزو امیدهایی که در دل ما و شماست که سال آینده فلان کار انجام میتم، سال آیندهش فلان کار انجام میتم، اینا آرزوهایی هستند که ما و شما فقط همون سال منتظر هستیم. آمدن مرگ از خاطر ما و شما دور میشود. در دوام رسول اکرم گفتند میدانی که آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ اسامه گفتند نه یا پیغمبر، به علم خدا تو خداوند داناست، از چی آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ رسول الله گفتند من حب دنیا، از محبت دنیا آرزوهای بسیار پیدا می شود. آدم دنیا را دوست بدارد محبت در دلش بسیار می شود. محبت دنیا در دلت که غلبه کرد آرزوهای بسیار در دل تو پیدا می شود. و رسول الله در آخر گفتن اسامه گفتن از این روز اعتبارا دل تو که صاف شد، دل تو تازه شد، ولکن رأس کل خطیه حب دنیا، سری همه خطایی ها گفت اسامه بدان که دوست داشتن دنیا هست. کسی دنیا را دوست می دارد آخرت بد می بیند، کسی که دنیا را دوست می دارد مردن بد می بیند، قبر بد می بیند. این چی است؟ این نشانه او هست که این آدم محبتی بر دنیا دارد. فکر میکند که در دنیا من ابدی هستم، یک تصور نمیکند که رسول اکرم کجا شد، یک تصور نمیکند که بهترین بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق کجا شد، عمر کجا شد، عثمان کجا شد. اینا را فکر نمیکند. مر موسی علیه السلام بالرجل و هو یبکی و رجع و هو یبکی. غزالی میگوید در کتابش که روز حضرت موسی بر کوچه گذر کرد. سبب محبت دنیا را ببین که چی مکافات بر آدمانی که به دنیا محبت دارند خدا چی مکافاتشون میتد. حضرت موسی میگه گذر کرد بر یک کوچه، نگاه کرد یک جوان بچنان گریه دارد، بچنان گریه دارد. موسی در حیرت ماند که این چی گونه بنده گناهگار باشد. رفت میگه بعد از بین ساعت گذشت موسی باز بر همون راه گشت، نگاه میکند که باز همون جوان در گریه هست. حضرت گفتند الهی عبدک یبکی من مخافتک. خدایا گفت این بنده را من نگاه کردم ساعت هاست که گریه میکند، این بنده تو از تو میترسد، خدایا مغفرتش کن. لکن از جانب خدا چی آمد؟ موسی
لو سال دماغه مع دموع عین و رفع یدیه حتی یسقطا لم اغفر له. موسی گفت اگر همین بنده ای که گریه دارد اگر چنان گریه کند که چشمش قاق شود، چنان گریه کند که از سیلابه آبش همه بینیشش شسته ببرد، چنان گریه کند و چنان دستهاش بردارد که دستهاش از ساعتهای دراز قاق شود، لم اغفر له، او را من مغفرت نمیکنم. موسی در حیرت ماندن الهی این چگونه گناهگار باشد؟ خداوند گفت این گناهگاریش همین است که هو یحب الدنیا، این دنیا را دوست می‌دارد. این دست‌های برداشته‌اش، چشم‌های پری آبش، اینش که عبادت است لیکن در دلش محبت دنیاست. لم اغفر له، من را مغفرتش نمیکنم. این سبب چی است؟ سببی که محبت دنیا در دل ما و شما جایگیر می شود. جبرائیل خدا روان کرد برای نوح. حضرت جبرائیل آمدن، حضرت نوح در بیابان بودن و قالنی نوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرا، ای نوح تو از همه درازترین از روی عمر در بین پیغمبرها تو هستی، 1050 سال عمر دیدی، تو از همه در عمر دراز در تو بود. کیف وجدت دنیا، کیف وجدت دنیا، بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گفت به منزله یک خانه که دو در دارد، به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گفت به همین منزله یافتم. بین 1050 سال به منزله یافتم که از یک در داخل شدم، به در دیگر بیرون شدم. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح کشم از قالب تو این زمان روح، چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی؟ گفت چگونه یافتی این داری دون را که دیدی بزم و چرخ و نیلی گون را؟ مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند، چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتن؟ بگفتش یافتم چون قصر دودر، شدم داخل ز یک خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پاک کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش. گذشت چون خواب چون خیال، به خاطر نیست جز رنج و ملال. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود میشود، هم تا میگه گذشت. بغیر رنج، بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. همین دم دانم و این سختی جان، با فضل حق شود این مشکل آسان. همین زمانی که الحال تو آمدی و جبرائیل و عزرائیل می آید قبض جان من میکند، در همینش من در اضطراب هستم که چگونه جان من بر حق تسلیم میکنم. همینش البته پیش راهی مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشتم. از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حالی پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن. اول یک گرد اطراف تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان، بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی، این به عقل تو وابسته است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این پیش سخنی که بر شما کردم این درباره آن است که ما و شما امروز کار دنیا، مشغولیت دنیا ما و شما را به خودش مشغول نکند، ما و شما را به خودش جلب نکند، بلکه ساعت عبادت خدا را ما و شما فراموش نکنیم. در اون ساعتهایی که عبادت خداست ما و شما مشغول کار دنیا میشیم. این دنیا همان دنیایی هست که تمام پیغمبرها را نوبت به نوبت چکار کرد؟ جواب داد. تمام عزیزان خدا را جواب داد. بر هیچ کدام او رحم و مشقت نکرد. این هم تا دنیا هست. رسول اکرم میگه لو تعدلوا مثل جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربة ما. خدا میگه که همین دنیا بچنان یک مخلوقی بد دیده شده است در نظر من که اگر همین دنیا قدر یک پری پشه در نزد من قدر می داشت، این کافرایی که امروز منکر خدا هستند، منکر قرآن هستند، من نمیگذاشتم که اینها یک قطره آب از این دنیای من بخورند. لیکن این دنیا در نزد من قدر ندارد، قیمت ندارد. برای همین هر کسی که هر کاری میکند کردن بگیرد، مگر از اونها من چیکار میکنم؟ جزای اعمالی که در دنیا گذرانیدن از اونها من طلب میکنم. به گورستان گذر، یک دم نظر بر اهل حسرت کن. سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی. به تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی مینازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن. جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانی. این جهان بکارت نمیاد، بلکه بکارت چی میآید؟ این توشه و این مهنتی که تو بهر اسلامت کرده است، اینها البته بر تو دستگیر میشوند. موعظه ای که الحال بر شما آماده کردیم این درباره مرگ است. ما و شما باید بدانیم که مرگ اولا چی هست و چگونه به سر بنده مؤمن حمله ها دارد. میخوام این آغاز موضوع را از یک غزل از مسکین شاهانی هست بر شما افتتاح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا. هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام، زهراب غم نوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام، دریا صفت جوشیده ام از دست کی؟
از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها. من می روم از یادها، از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن. یا شکوه بر الله کن، از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتند ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خود کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگی که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه. روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحت میکنم، نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل، یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و میرود راه را تمام میکند، مثل همون باش. در دنیا خطایا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه این نصیحت من گرفتم و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم میگفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. ای مردم، من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مساء، تا بیگاهی را جان اخته مهلت نتی، تا بیگاهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردنتان این حیات غنیمت بشمارین. و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان می آیین، این تن صحت هم غنیمت بشمارین برای روز چی؟ برای روز مرگتان. از این خاطر مسکینم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود که ترجمه فارسی زبان ما و شما موت این خود مرگ می دهد. مرگ چی معنا دارد؟ مرگ معناش همین است هر جا که سری خدا پیش کرد، اونجا بالای چیزی که اگر هجوم کرد اون چیز ناپدید و اون چیز از بین دور می شود. این مرگ هم تا مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم میکرده است، ما و شما را ناپدید
و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر می دهد، به ما و شما یادآوری می کند از موت. که من اولا افتتاح سخن ما میخوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم. آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقی است خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ ذی روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا بود و باز به سوی خدا رجوع میکند. سوره نحل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدا در سوره نحل چی میگه؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اگر اجلهای شما، مرگ بالای شما که آمد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هیچ کس حق ندارد این مرگ که من فرستادم او را 1 ساعت یا پیش پرتاید یا 1 ساعت خفاش پرتاید. هیچ کس حق ندارد. اجل آمد، به ساعت و به دقیقه و به ثانیه خودش باید که بالای بنده یا بالای چیزی نباشد هجوم خودش البته بکند. هیچ کس حق ندارد این مرگ از بالای آن چیزی که من روان کردم از بالای او بگرداند. نه 1 ساعت پیشش کرده میتواند، نه 1 ساعت قفا. روزی که اجل در آید از پیش و پسد، روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. بین روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله هوای و هوست. در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید، یاری نرسد در آن دم از هیچ کست. هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه. اگرچه تمام پروفسورهای دنیا، اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند، مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند، از دستش هیچی نمی آید، یاری رسانده نمیتواند. امروز مردم برای آنی که از مرگ بگریزند لازم شود به مسکو، لازم شود به اسرائیل و دیگر جاهایی که بهترین طبابتچی ها هست بر اونجا رفته میرسند. بهر چی؟ بهر معالجه درد. اگر او درد مرگ باشد، از اون جانب به همون اسب چوبین گشته می آیند. اونجا مرگ هست، در اونجا مرگ ما و شما را می یابد. خدا در قرآن چی می گوید؟ این تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کجایی که نباشید ای بندگان من، مرگ شما را می یابد، اگر چنده که شما در قصرهای مستحکم هم که بدروید. ولو کنتم فی بروج مشیده،
اگر قصرهای مستحکمی که به منزله نوک سوزن سوراخی نداشته باشد، مرگ آنجا داخل می شود. مرگ در آنجا شما را البته می یابد. از مرگ گریز نیست. در دیگر جای قرآن سوره جمعه خدا چی میگوید؟ قل، این امر به سوی محمد بود صلی الله علیه و سلم. ای محمد، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چی گفت محمد؟ گفت بر این مردمی که از مرگ میگریزند بگوشان. چی بگوشان؟ فانه ملاقیکم. شما از مرگ میگریزین، هر جا که گریختین مرگ از پیش روی شما میبراید. هر جا که میخواین روین مرگ از پیش چشم شما میبراید. از مرگ گریخته نمیشود. دیگر آیت قرآن سوره منافقون، استعیذ بالله ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدانید که فردا به سر شما چی آمدنی است. شما نمیدانید. ولا تدری نفس بأی ارض تموت. شما نمیدانید که در کدام سرزمین شما جان به حق تسلیم میکنین. اینش هم شما نمیدانید. در کجا شما وفات میکنین هیچ کس نمیداند. تو نمیدانی که در خانه نزد فرزندات وفات میکنی. تو نمیدانی که در راه در سفر وفات میکنی. تو نمیدانی در یگان معرکه نان جان به حق تسلیم میکنی. تو نمیدانی که در راه یگان صدمه راه دچار میشه. این تو نمیدانی. این هیچ کس نمیداند. در راه حضرت سلیمان علیه السلام بود میگد این جوان خود از مصر بود، لیکن در کدام سرزمین خدا جانی او را گرفت. دورهای حضرت سلیمان بود میگد یک جوان نزد حضرت سلیمان آمد. گفت سلیمان گفت از تو یک خواهش دارم. وقتی که میگد این جوان داخل خانه سلیمان شده بود، نزد پهلوی سلیمان میگد عزرائیل برای زیارت سلیمان آمده بود. وقتی این جوان داخل شد و نزد سلیمان نشست و این عزرائیل میگد به این جوان چنان به یک شدت سخت نگاه کرد و بعد زمان رخصت از سلیمان گرفت و گفت من بدتر تر زیارت میکنم و میگه عزرائیل ناپدید شد. این جوان میگه با سلیمان گفت این گفت بر من بسیار با یک شدت سخت نگاه کرد که در وجود من لرزه و ترس پیدا شد. سلیمان گفت من یک خواهش دارم. من گفت شهر خیتای میرم، به نیت تجارت رفته ایستادم. همین باد امر کن که مرا برده بر همونجا برساند. زمانهای سلیمان خداوند میگوید در قرآن که تمام باد، تمام شمال، تمام جین و پری و دیو همه در زیر همین اطاعت سلیمان بود. میگوید حضرت سلیمان امر کرد باد را، مثل که امروز خیلی که یک سمالیات یک آدم به یک جای دیگه برده میرساند، این کار باد هم همین بود که انسان میگرفت بر کدام مکانی که میخواست برده میرسانید. میگه این جوان گرفت برده در شهر چین همون خیتای رسانید و گشته آمد و در زمان میگه عزرائیل نزد سلیمان حاضر شد. سلیمان میگه پرسانش کردم عزرائیل این جوان چین قدر تو به شدت نگاه کردی؟ میگه عزرائیل گفت من در حیرت ماندم. مرا خداوند روان کرده بود بحر ان همین جوان که جان ای را تو در خیتای بگیر. وقتی من نزد تو آمدم ای را دیدم، در حیرت ماندم که آخر باید جان ای را خداوند امر کرده بود در خیتای بگیر. این در اینجا هست.
لکن امر خدا کی بود، من در خطای رسیدم، با مجرده که در اونجا ایستادم بعد همین جوان به پیش من آورد، من جانش در همون موضع گرفتم، پس گشته پیش تو آمدم. بین این همون آیتی هست که این تکون یدرکم الموت، در کجایی که نباشید شما مرگ شما را البته مییابد. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، در کدام سرزمین شما جان تسلیم میکنید شما اینو نمیدانید. این جوان اگر میدانست که جان او را در همون چین میگیرند، او با چین حرکت نمیکرد، همون نزد پدر مادر خود میستاد. لکن انسان نمیداند خود با پیش عجل دوان چکار میکند، میرود. یک جوان دیگر بود میگد دائما دعا میکرد اللهم اغفر لی ولی ملک الشمس، خدایا مرا و ملائکه آفتاب را خدایا مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. البته ماهتابم به خود ملائکه های دارد، شمالم به خود ملائک دارد، رزق رسان خداوندم که باشد خدمتگارهای و ملائکه ها هستند، آفتابم به خود گرداننده آفتابم خداست، لکن این هم به واسطه ملائکه ها می شود. میگه دائم دعا میکرد که خدایا مرا و همین ملائکه که وابسته به همین آفتاب است همین را مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. باره میگه همین جوان دعا کرد که ای خداوند همون ملائکه آفتاب چی خوب می شود که مرا به نزد خود برد تا که من از همون بالا یک عالم زیبایی را نظر کنم. میگه این جوان ملائکه همون آفتاب امر کرد، فرمان داد خداوند که این جوان دائم در حق تو دعاگو هست و این مطلبش همین است، من بنده خدا هیچگاه ناامید نمی کنم، این جوان گو به نزد خودت بیار. این صاحب دقایق میگوید میگد وقتی که ملائکه آفتاب میگد راز دل این جوان اجرا کرد و آوردش میگد بر بالای همان آفتاب، این جوان میگد از این ملائکه آفتاب پرسان کرد که ای ملائکه آفتاب چی خوب میشود که رفته همین عمر مرا پرسان کنی که چی مقدارش مانده است. میگد این ملائک نزد همون ملائک صاحب همین موت ملک الموت آمد و گفت فلانی جوان گفت عمرش چند باقی مانده است؟ گفت وای عمرش گفت بسیار طولانی است، بسیار دراز است. گفت چی مقدار دراز است؟ گفت اگر تا وقتی که همون جوان آمده در همون کرسی تو نشیند جانی او را خدا قبض نمیکند. این ملائک میگه گفت الحال در کرسی من نشسته است، گفت نماینده های من خواه جانی او را قبض کردن. بین نماینده های من جانی او را الحال قبض کردن. یعنی خداوند ببین که دعا میکنی خود بر جایی که مرگ لازم است به همون موضع میره، در همون جا جانی تو را میگیرد. یک سحر از برنامه شارقه که یک ساعت موعظه میکنن با زبان فارسی، در همون جا یک مرد یک عجیب حکایه کردن، اونم میخوام همین باعث موضوع ما و شماست. میگد این حادثه در من رخ داد. یک روز میگد من به طرف ریاض میگد بلیت سمالیات داشتم، خواستم که طرف پایتخت همون ریاض برم. در همین حالت میگد یک برادر قدردان داشتم نزد من آمد گفت همین بلیتی که تو داری همین را بر بلیت من عوض کن، بلیت من 2 ساعت بعد است، من بسیار مشغولم، یک کار دارم که بی نهایت ضرور است، التماس همین را عوض کن. میگه آمده عوض کردیم، او کس در جای من رفت
من بلیتی او را خریدم. وقتی اونا پرواز کردن میگد در نیمه راه بودن که سمالیات چون ترکی شید. بین سمالیاتی اونها گفت ترکی شید. همین بلیتی که من در همون باید که پرواز میکردم همین آمد، آدم آمد از من زاره و تولاقتی همین بلیت از من خرید که من سراسیمتر هستم، من کار دارم، من مشغول هستم. مرگ بین چگونه میکشه انسانه. رفت میگه در بین ترکی شد، اونا همه هلاک شدن، من در قدرت خداوند باز هم تسلیم تر شدم. چه روز است روزی مرگ ای آدمی زاد، چه روز است روزی مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد. چرا در غصه آن غم نسوزی، که چشمی خود به سقف خانه دوزی. نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای جگرخون. غمی جان خوردم ای غفلت آهن، مزن در شیشه ایمان خود سنگ. حضرت مولوی میگوید دائما در یاد مرگ باشید، مرگ هیچگاه از پیش چشمتان دور نبینین. رسول اکرم حدیث را میگوید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم الی المسجد، یک روز پیغمبر خدا به سوی مسجد میگه میرفت، فاذا قوم یتحدثون و یضحکون، نگاه کرد که همه امتش در قد راه یک جمعیت کلان شدند و چه مسئله را بلند بلند گپ میزنند و یضحکون میخندند. رسول اکرم میگه نزدیک شد، گفت اذکر الموت، گفت ای مردم، گفت اینقدر بلند گپ میزنین، اینقدر بلند میخندین، اذکر الموت، موت یاد کنین، مرگ یاد آوری کنین. اذکروا هازم اللذات، شما ذکر کنین، یادآوری کنین همان چیزی را که لذت نعمت ها را میشکند، یعنی الموت. موت بسیار ذکر کنین، شما نخندین. لو تعلمون ما اعلمو، در دوام چی گفتن پیغمبر؟ اگر گفتن شما ای قوم میدانستین آن را که من میدانم، لبکیتم کثیرا لضحکتم قلیلا، اگر شما آن چیزی را که من میدانم میدانستین، هر آینه شما گریه را بسیار میکردین و خنده را کم میکردین. آن چیزی را که من میدانم. لو تعلموا البهائم ما اعلم من الموت. رسول اکرم میگه اگر حیوان ها میدانستند که مرگ چی هست، با آن منزله که فرزند انسان به مرگ شناس است میدانست با چی منزله هست، ما اکلتم منها لحما سمنا ابدا. پیغمبر خدا گفت اگر از مرگ آن چیزی را که شما میدانین حیوان ها میدانستند، شما از وجود این حیوان ها گوشت روغنی دار را نمیافتین. گوشتی که در او قبط روغن باشد، اون گوشت شما از تنه حیوان نمیافتین، در صورتی که اگر همین حیوان ها میدانستند که سختی مرگ چیست و مرگ چیست. لما خلق الله تعالى الموت حجبه الله من الخلائق بألف حجاب. صاحب دقایق از نام پیغمبر خدا روایت میکند، میگوید که وقتی که خداوند همین مرگ خلق کرد، این مرگ خودش مخلوق است، مثل چگونه ای که ملائکه ها را خدا خلق کرده است، مثل همین ملائکه ها را خلق کردنش همین مرگ هم خلق کرد. وقتی میگه خلقش کرد، پیداش کرد و او را میگه پس هزار پرده پنهانش کرد. و عظمته اکبر من السماوات والارضین، چنان میگه همین مرگ کلان بود،
چنان کلانی بود که حتی میگد زمین و آسمان کلانیش بر او برابر شده نمیتونست. همتا میگه خداوند یک مخلوق بی نهایت کلان خلقش کرد. لا یدرون مکانه ولا یدرون ما هو فقط یسمعون صوته من کل حول. صاحب دقایق میگه یگان ملائک نمیدانست که این چی هست و مکان این در کجا هست، فقط آوازش میشنیدن که میگه داد میزد، فریاد میزد، فریادش میشنیدن لکن نمیدانستن در کدام مکان است و این چی باشد، چی وظیفه را اجرا میکند، اینش نمیدانست. تا وقتی چی؟ تا وقتی که آدم خدا خلق نکرد. وقتی میگه آدم خدا خلق کرد، این مرگ میگه فرمایش داد که بالای همین تمام مخلوق من پرواز کن. وقتی میگه مرگ پرواز کرد، همه این ملائکه هایی که خلق شده بودن همگی میگه از هوش رفتن. بعد مدتی میگه خداوند باز در مکان خودش همین مرگ قرار داد و گفت یا عزرائیل قد سلطتک علیه. عزرائیل گفت این مخلوقی که دارم ایرا نامش مرگ است، من بالای این مرگ تو را مسلط گردانیدم، تو بالای این غلبه میکنی و این از آن تو هست. عزرائیل حیرت دماندن، گفتن به ای قوه آخذوه. خداوند گفت این بزرگی را بین، کلانی را بین، قوتی را بین، با کدام قوه می را میگیرم؟ در نزد قدرت خداوند اینا که مخلوق خداوند که بودن هیچی نبود. عزرائیل گفت نزدیک بر او شو، او سکون میکند، او سکوت میکند، او به تو رام میشود. وقتی میگه عزرائیل که بر اون نزدیک شدم، در حال میگه سر پیش من تعظیم کرد و محتاج بر من شد. از اون روز اعتبارا این مرگ در دست کی رفتید؟ در دست عزرائیل رفتید. عزرائیل میگه وقتی که او را من مسلط بر خود گردانیدم و او را محتاج خود گردانیدم، با امر الهی میگه این موت از جانب خود به سوی خداوند فریاد زد، پروردگارا ایذن لی حتی انادی فی السماء والارض مرتن. میگه همین مرگ به سوی خدا چی گفت؟ گفت خدایا گفت من کو مرا کو تو غلام این عزرائیل گردانیدی، من میخواهم که یک فریاد در بین آسمان و زمین بزنم. خداوند گفت که اجازت از برای تو فریاد بزن. میگه این موت چی گفت؟ این مرگ چی گفت؟ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب. من همان مرگ هستم که جدایی میدازم بین دو دوست، دو رفیقی که با یکدیگر سخت رفیقند. بالای یکتش وقتی که من میایم این رفیقی اینها از بین نابود میشود. انا الموت الذی افرق بین کل المرأة و زوجه. من همان مرگ هستم که بین شوهر و بین زن جدایی می اندازم. انا الموت الذی افرق بین الآباء والابناء. من همان مرگ هستم که بین فرزند و بین پدر داغ میگذارم. من همان مرگ هستم. لا یبقى احد حتی یذوق منی. میگه در آخر این مرگ چی گفت؟ بر همه شما خبر میتم که هیچ کس در دنیا باقی نمیماند تا آن زمانی که اگر از من لذت نبرد، تا اگر من بالای او نیام و این سختی جان بالای او اگر روا نکنیم، او از دست ما نجات نمییابد. این البته همون مرگ است. وقتی انسان این موضوع را انشاءالله ما و شما شاید دو جمعه کنیم، برای وقتی ما و شما خیلی نزدیک مانده است. کمی از شدتش بر شما گپ میزنم، بعدا انشاءالله باز
این موضوع ها تکرار می شود. این مرگ چگونه که گفت از من ناچشیده دیگر علاج ندارند، شدتش چگونه هست. رسول اکرم میگوید که سلمان فارس این حدیث روایت میکند شدت الموت قدر شدت الموت که قدر 300 ضربة بالسیف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم به یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چه مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است. از این خاطر باشد که رسول اکرم دم آخرش چگونه بود. حضرت عایشه میگوید لطر تر میکردیم بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین در کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری ترا من زیارت کنم و بی نهایت که عبادت زیاد داشت میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد. از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه اطاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندي كالمائده اتناولها كما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گو در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم. من خود گو جان میگیرم، فقط کشیش جان با نماینده های من، با خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جان میگیرم. این گو به همین منزله است که برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفت از همه نفس باید مرگ بچشد. لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم. می‌خواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن مرا جان دوباره بتد. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جانی دوبارهش بتیم. چی می شود؟ این ذکری تر دوست می داشته است، عبادتی تر دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جانی دوباره رو میگه با ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك
ما فعلت علی احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده و هو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنند و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر از اون دیده گفت چیشید این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. حالان که عزرائیل چی گفتند؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد. بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده ای که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن، ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما تو را باور میکنیم. البته قوم سرسخت حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد به اذن الهی انشاءالله زنده می شود. آوردنش میگه پیش بچه حضرت نوح سام که این به نهایت قدیم است و گفتن این قوم این قبر سام است، بچه نوح، همین زنده کن. حضرت عیسی میگه جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن و دعا کردن که خدایا در پیش این قوم جاهل مرا تو خجالت نمان. این برادران مسلمان، قدوم ماه مبارک رمضان ماه خیر و برکت، ماه احسان، ماه قرآن، ماه رحمت، ماه فرود آمدن ملائکه ها، ماه کشاده شدن درهای خوشبختی بهشتی زیبای پروردگار، ماه بستن درهای عذاب الله، ماهی که همه فرشتگان در مساجد و محله با یک دعای به آسمان رحمت الله نگاه میکنن، در حق ما دعا میکنن. پروردگار این ماه مبارک رمضان، قدوم این ماه برای هر یک تای شما مبارک میگوییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پروردگار در سوره بقره آیت 185 با یک شیوه زیبا، با یک جمله های زیبا این ماه مبارک رمضان الله تعریف میکند. پروردگار این فیض و برکت رمضان در این آیت زیبا برای ما و شما بیان میکند که ای بندگان من، ای مؤمنان، ای مسلمانانی که با تمام عشق و هوس انتظار این ماه هستید، این ماه چی ماه است؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. پروردگار میگوید این ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در این ماه آمده است. قرآنی که الله میگوید هدی للناس، قرآنی که راه راست، قرآنی که راه نیکه، قرآنی که سعادت و خوشبختی را برای شما نشان میدهد. این قرآن در ماه مبارک رمضان آمده است. و بینات من الهدى، قرآنی که تمام چیز را آشکارا و واضحا
و آشکار و بیان برای ما و شما بیان کرده است که همه خوشبختی دنیا و سعادت زندگی ما و شما از این کتاب است. من الهدى والفرقان، قرآنی که بین حق و باطل را جدا می کند، قرآنی که بین خوشحالی و بدبختی را جدا می کند، قرآنی که سعادت دنیا و آخرت را جدا می کند، قرآنی که بندگان خدا در دنیا راه حلال از حرام جدا کردن از همین قرآن است. قرآنی که راه زندگی که از روز تولد انسان تا روز مرگ انسان، مکتب انسان، زندگی انسان، راه انسان، راه خوشبختی را بیان کرده است. قرآنی که راه حلال از این ما پیدا کردیم، قرآنی که احترام پدر و مادر را از این پیدا کردیم، قرآنی که احترام برادر و خواهر را از این پیدا کردیم، قرآنی که احترام همسایگان و همنشینان را از این پیدا کردیم. این قرآن عظیم و شان در این ماه مبارک رمضان آمده است. این قرآن است که پروردگار میگوید این شهر، این ماه قرآن است. پروردگار بعد از آن خطاب میکند برای آنانی که ماه رمضان در ماه شعبان رمضان انتظارند. پروردگار به سوی ما و شما که از پدر و مادر مؤمن و مسلمان به دنیا آمدیم، پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار در آیت 183 سوره بقره الله خطاب میکند مخاطبا للمؤمنین. پروردگار برای مؤمنا خطاب میکند، ناداهم بلفظ الایمان. علامه صابونی در تفسیرش میگوید پروردگار با یک ندای زیبایی برای مؤمنان ندای ایمان خطاب میکند. پروردگار ما و شما را مؤمن خطاب میکند، ای کسان ایمان دارید، مؤمن هستید. میگه علامه صابونی میگوید در این ندای پروردگار این است که الله مهربان انسان را دیم باره در ماه شعبان زنده میکند، جسد او را زنده میکند که ای بنده من، این ماه است که ماه طاعت است، ماه خیر است، ماه برکت است، ماهی است که درهای نعمتهای جنت من کشاده است، درهای عذاب من از روز اول رمضان بسته می شوند. همیشه روی زمین روی خوشبختی و سعادت است. کتب علیکم الصیام، پروردگار میگه فرض علیکم الصیام شهر رمضان، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان برای شما فرض است. فرض این امر پروردگار است که الله میگوید فرض است کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنانی در امتان گذشتم این روزه گرفتن فرض بود، این روزه برای شما امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرض است روزه گرفتن. لعلکم تتقون، شما میگه به سبب این روزه پروردگار میگه شما خودتان از گناه نگه میدارید. شما پروردگار به سبب این روزه الله میخواد شما از جمله متقیان باشید، از جمله صاحبان تقوا. تقوا برادران مسلمان در شخصیت ها نیست، تقوا در همه مسلمان میشود. اگر انسانی که روزه میگیرد از الله میترسد، از پروردگار میترسد، عملهای خوب انجام میدهد، او صاحب تقوا است. حضرت علی را از تقوا پرسیدن تقوا چیز علی؟ در تفسیر
حبیب خدا میگوید اگر پیغمبری به من خاتمه نمیافت، هر آینه بعد من عمر پیغمبر میشد. این حدیث های پیغمبری خدا دلالت بر این میکند که ما با این چهاریار پیغمبری خدا بسیار با احتیاط باشیم. نام ایشان شنیدن برابر در حق ایشان رحمت روان کنیم و همیشه کاری کنیم که حیات ابوبکر، حیات عمر و عثمان و علی برای ما الگو باشد، برای ما دستور باشد، برای ما در زندگیمان عبرت باشد. دوام حدیثی که من اول خواندم، صحابه های مرا دشنام ندهید. در دوام چی گفتند؟ لو ان احدکم، امروز اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد، رسول اکرم به تمام 1.5 میلیارد مسلمان مراجعت دارد. اگر ای مردم مسلمان، اگر شما مثل کوی احد، یک کوی خیلی برجسته و بزرگ، از پیلا اگر در راه خدا صدقه کنید، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، شما در ثواب و پاداش برابر نیم تنگه که صحابه های من در روی خدا خیر کردن برابر شدن نمیتوانید. نیم تنگه که در راه خدا خیر کردن، اگر مثل کوی احد خیر کرده باشین، در ثواب و در پاداش با اونها برابر شدن نمیتوانید. اونا مسلمان های اصیل بودند. اونا مسلمان هایی بودند که همه عملشان خالص از برای پروردگارشان بود. امروز اگر ما صدقه هم که کنیم، حتمی در صدقه من یگان کسی را شریک میگردانیم. حتمی او را باید که از روی ریا انجام دهیم. پیغمبر خدا این با نور نبوت فهمیدند و گفتند که هیچ وقت صدقات شما و صدقات صحابه های من برابر شدن نمیتواند. من در اول این سخن برای چی یاد کردم؟ چگونه که در حضرت ابوبکر برای شما گوشزد کرده بودم. برادرای عزیز و گرامی، شاید که کسانی پیدا شوند و نسبت این 4 یار پیغمبری خدا سنگ زنند، اینها را زیر مورد محاکمه قرار دهند، از حیات اینها، خطایی های اینها را در بین مردم فاش کنند، لیکن ما استاده و گوش اندازیم و خدا قسم ایمان ما و شما کامل نیست. خاموش نایستادن من معناش این است که ما در جواب او باید که رد داشته باشیم، اونها را قبول نسازیم. اونها را هیچ وقت در این سخنهای تحقیر آمیز و نادرست هیچ وقت باید پیرو نشویم. ما حق نداریم که خدا رحمت کند صاحب مذهب ما و شما امام ابو حنیفه را در فقه اکبر میگوید ولا نذکر احد من اصحاب رسول الله الا بخیر. هیچ وقت آدم مسلمان حقوق ندارد که صحابه های پیغمبری خدا را با بدی یاد کند، بلکه در گردن هر یک مسلمان شرط این است که آنها را فقط به خیر یاد کند. برای من دادرای عزیز، من 2 جمعه اطراف قصه های عبرت آموز حضرت عمر برای شما قصه کردم. همه این به خاطر او هست که ما محبت حضرت عمر را باید در دل داشته باشیم. حضرت عمر را دوست داریم و اگر مثل عمرم که در اسلام خدمت کرده نتوانیم، اصلا یک حصه حضرت عمر را در دین مان، در جامعه مان، در اسلام مان خدمت کنیم. همه این قصه ها مخصوص برای همین است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار همراه صحابه ها نشسته بود و به سخنرانی آغاز کرد. گفت حبب الی من الدنیا ثلاث، من دنیاکم ثلاث. امتان من، پیروان قرآن، من از همین دنیایی که حیات دارم، همراه شما زندگی دارم، 3 چیز از این دنیا را دوست می دارم. حضرت آغاز کردند الطیب و جعلت قرة عین فی الصلاة و النساء. یکم خوشبویی را دوست می دارم. همیشه می خواهم چه شب باشد، چه روز باشد، چه در حالت بیداری، چه در حالت خواب، خوشبویی بدن من بوی خوش کند.
حتی ببین خدا رحمت کند فقهای ما و شما را، حتی مرده ها ما نمیگویند خوشبویی کنید مرده ها را. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که ما برادرای عزیز و گرامی همیشه بوی خوش کنیم، همیشه از بدنهای ما و شما بوی عطر، بوی مشک همیشه می برآمدگی باشد. این حبیب خدا دوست می داشتند، چیزی را رسول اکرم دوست داشتند ما نیز باید که دوست داریم. الحمدلله امروز اینقدر خوشبویی ها زیاد هستند. استفاده بر این زنده کردن سنت پیغمبر است. شما در پیشگاه خداوند اجر پاداش میگیرید. نگوید من موسفید هستم، نگوید که من کمپیر هستم، نگوید که من جوان هستم. مثلا همه شما باید که بوی خوش کنید. دویم حبیب خدا گفتن نماز دوست می‌دارم، عبادت دوست می‌دارم. سوم چیزی که رسول اکرم گفتن این بود که زن را دوست می‌دارم. مقصد از زن آن زنهایی که در نکاح داشت مطلب این نیست، بلکه زن را دوست می‌دارم. مقصد زن چی مادر باشد، زن چی خواهر باشد، زن چی زن مسلمان باشد، به خاطر خدا اینها را دوست می‌دارم. ما نیز باید برادرای عزیز، چند روزه که به من سوال می آید، الحال در خانه منتظر جوابم، همگی شکایت است و شکایت است و شکایت. چی زنها از مردها شکایت دارند، چی مردها از زنها شکایت دارند. برادرای عزیز و گرامی، فرمان الله هست، فرمان پیغمبر خدا هست، با زنهاتان نیکویی کنید، با زنهاتان معامله خوب کنید، زنهاتان دوست دارید. رسول اکرم ولی نسائکم علیکم حقا میگوید، یقین دانید که انا همین زنهایی که امروز در نکاح شما هستند به گردن شما حقها دارند. چه حق دارند؟ حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضربوا الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی بیهوده نزنید، زنها را سیاه و کبود نسازید. دوم اینکه زنها را دشنامهای قبیح ندهید. این فرمان پیغمبر خدا است، اجرا نکنید برادرای عزیز، در پیشگاه خدا گناهکار میشوید. سوم اگر زنها به خاطر که مبادای شما را دلتانم که رنجاندن، به خاطر که اونها را درس دادن، اونها را تعلیم دادن، جایگاه خوابتم که از پهلوش جدا کردی، در همان خانه جدا کن که خود زن در همون خانه خواب است. دیگر اینکه طعام زنها هم به گردن شما هست، زنها را از طعام آماده کنید. دیگر لباس گفتن پیغمبر خدا، لباس های زنها هم به ذمه شما هستند. ولی امروز عید است، من باور دارم، لیکن برای زنها نخریدن، برای دخترهاشان لباسی خوب نخریدن، برای مادرهاشان لباسی خوب نخریدن. اگر بعدش برای زن و دخترش خریده باشن، برای مادرش خریدگی. مرد نزد رسول اکرم آمد، ما احق الناس بحسن صحابتی، از همه در نزدیکترین نزدیک پیغمبر خدا به سوی من کیست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ امک ثم من، امک ثم من، امک. مادرت گفتن. حبیب خدا یاد کردن، من نمیگویم که در زنهاتان خدمت نکنید، لیکن حق اول حق مادر است. مادر را خوشنود کنید، مادرهاتان یاری رسانید، مادرهاتان دعاشون در این روزهای خیلی پرقیمت گیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که امر کردن که زنها را نزنین، ولا تضربوا اماء الله، حدیث صحیح است، شما زنها را نزنید گفتند. حضرت عمر رضی الله عنه حجره پیغمبر در آمد، زائرن النساء علی ازواجهن. پیغمبر خدا شما گفتید زنها را نزنید، طی چند ماه شد که ما زنها را نمیزنیم و زنها کار نداریم، لیکن این زنها از حد گذرانیدن، ما را اطاعت نمی کنند. حضرت عمر گفتند فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ضربهن، پس
حضرت عمر گفتن حق میگویی؟ آیا اطاعت تا نمیکنن، گوش تا نمیکنن، سخن شما را اجرا نمیکنن؟ گفت بله. گفت پس رفته آدابشان دیگه. وقتی آمدن مردها، آدابی که پیغمبری خدا گفت ضربهن غیر مبرح بود، زنید آن مقداری که وجود اونها آثار کبوتی و سیاهی را نبینند. لیکن مردها از حد که گذرانیدن، زنها یک جمعیت جمع شدن و اطراف خانه پیغمبری خدا را فرا گرفتن، گردی حمایی کردن. گفتن زن پیغمبری خدا مردها ما را میزنند، مردها ما را عذاب میدهند. رسول الله در بین صحابه ها برآمد اعلام کرد کدام زنی که اگر از پشت شوهر خود شکایت میکند، شوهر او بهترین مؤمن به شمار نمی رود. اینم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند. به این خاطر رسول اکرم زن دوست می داشتن به خاطر حرمتش، به خاطر شهوترانی نه. اگر پیغمبری خدا آدم شهوتران میشد، همه زنهاش بیوه نمیشد. همه زنهای او بغیر یک عایشه کلا همش بیوه بودند، صاحب 5 فرزند و 2 فرزند و 3 فرزند بودند. اگر پیغمبری خدا شهوترانی میکرد، هر زنی که میگرفت دختری باکره میگرفت، لیکن کلا همش بیوه بودند. از این خاطر رسول اکرم به خاطر مادر بودن، به خاطر زن بودن اونها را احترام میکردند. حضرت ابوبکر در این مجلس اشتراک داشتن، از جای خود خیستن، گفتن ای حبیب خدا منم 3 چیز را دوست می‌دارم. گوش اندازین که صحابه پیغمبر چه چیز را دوست می‌داشتند. دادرای عزیز، دوست داشتن اونها را امروز با دوست داشتن خودتان مقایسه کنید. شما چی را دوست می‌دارین امروز؟ اگر شما را پرسن چی را دوست می‌دارین، باور کنید من قسم می‌خورم به خدا که در فکر شما آن چیزی که در فکر این صحابه ها گذشته بود در فکر شما نمی‌گذرد. ببین ابوبکر صدیق چی گفت؟ النظر الی وجه رسول الله. یکم چیزی که دوست می‌دارم این است که هیچ وقت چشم‌هام از این چهره مبارک تو جدا نسازم، همیشه از چهره مبارک تو را تماشا کنم. ببین دوم چی را دوست می‌داره ابوبکر؟ انفاق مال علی رسول الله. دوست می‌دارم که تمام دارایی که دارم، تمام بایگری که دارم در بغل تو ای حبیب خدا اونها را ریزم و این تو در راه اسلام صرف کنی. سوم چی را دوست می‌داری؟ ای یکون ابنتی تحت رسول الله. دوست می‌دارم که یکی از دخترهای محبوب ترینم که عایشه در نکاح تو باشد. ببین 3 چیز ابوبکر صدیق دوست می‌داشتن. حضرت عمر رضی الله عنه از جای خود خیست. ببینید گفتن حبیب خدا منم 3 چیز را دوست می‌دارم. چی را دوست می‌داری؟ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ثوب الخلوق. حضرت گفتن حبیب خدا من دوست می‌دارم. چی را دوست می‌داری؟ امر معروف را دوست می‌دارم. باز چی را دوست می‌داری؟ نهی منکر را دوست می‌دارم. باز چی را دوست می‌داری؟ دوست می‌دارم که لباسام همیشه از پارگی عبارت باشد. این 3 چیزی بود که حضرت عمر دوست می‌داشتند. ببین امروز بعضی برادرای ما و شما باور کن تا جایی که امر معروف و گوش کند، صدای را گوش می‌کند که این گوش‌ها همش مسئولیت در پیشگاه خدا دارند. اینا در پیشگاه خدا جواب می‌گویند. عمر امر معروف دوست می‌دارد، عمر نهی منکر دوست می‌دارد، عمر لباس پارگیدار دوست می‌دارد. چرا ما دوست نداریم؟ مایلش امروز لباس پارگیدار را نمی‌پوشیم ما و شما، اکنون اون تقوایی را که خدا عمر را داده بود هیچ وقت ما و شما را دادگی نیست. لیکن حد اقل امر معروف را دوست داریم، نهی منکر را دوست داریم. اگر دوست نداریم والله که حدیث پیغمبر خدا هست والذی نفسی بیده، قسم به خدا گفتن لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. این روایت مسلم است. حبیب خدا گفت در کدام خانه، در کدام محله، در کدام شهری که امر معروف و نهی منکر قطع شد، قسم به خدا که در اونجا عذاب پروردگار می آید. قسم به خدا گفتند عذاب پروردگار در اون خانه و در اون ناحیه و در اون مملکت می ریزد. حبیب خدا گفتند ثم تدعونه، اون حالت پشیمان می شویم.
دستاتان میبردارین، دعا میکنین که خدایا این عذاب بردار، فلا یستجاب لکم، خدا دیگر دعای شما را نمیشنود، خدا دعای شما را دیگر قبول نمیکند. این سخن پیغمبری خدا است. حضرت عمر این سخنها را میدانست و این خاطر موعظه را دوست می‌داشت، موعظه را احترام میکرد. خدا رحمت کند صوفی علیه را میگفت بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در پیشگاه خدا پاداش دارد، اجر دارد، چیست؟ شنیدن سخن خدا هست، شنیدن آن چیزی که خدا نهی کرده است اونها را شنیدن است. دادرای عزیز، همیشه با امر معروف باشید، همیشه نهی منکر گوش اندازید. این برای شما به خدا قسم طبابت است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدا در سوره رعد میگوید کدامت اگر میخواهید که به کسل دل مبتلا نشوید یا کدام تو امروز کسل دل دارین، بهترین طبابت برای شما این است که امر معروف و نهی منکر گوش کنید. این دلهای شما را طبابت میکند، این جسمهای شما را طبابت میکند، این عصبهای شما را طبابت میکند. هر جینی که در وجود شما هست و شنیدن امر معروف جین از وجود شما دور میرود. با امر معروف باشین، با نهی منکر باشین. هم یک طبق نان کردی، 4 کس هم فیراد کردی، کاری کن که در بین همون یک اهل علم باشد، یک حدیث پیغمبر خدا را اقلا در گرد همون دیگه که تو کردی و در گرد همون طبقه که تو داری موعظه کند، انشاءالله اون پاداشش دیگر است، اون اجرش دیگر است. حضرت عمر امر معروف دوست می داشتند، نهی منکر دوست می داشتند. بار حضرت عمر می گوید نزد حبیب خدا آمدم و استأذنت للعمره. در مدینه بودیم، از پیغمبر خدا گفتم حبیب خدا اجازتم نمیدهی که حج عمره روم. حج عمره، حج فرضی نه، حج فرضی را حضرت کرده بودن، حج عمره روم. حج عمره هم سنت است. حج عمره در هر یک ماهی که رویم درست می شود. فقط سعی صفا و مروه دارد، فقط طواف دارد، مقصد عرفات ندارد، چگونه که در حج فرضی فرض است. در تمام سال این سنت است. کی که روین انشاءالله شما ثواب میگیرین اگر شرایطاتان باشد. آمدم پیش حبیب خدا و گفتم ای حبیب خدا میخواهم که حج عمره روم. در حدیث بسیار با دقت باشین چی گفتن پیغمبر خدا حضرت عمر؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک. فقال کلمة ما یسرنی ان لی بها الدنیا. حضرت عمر گفتن وقتی که من اجازتی حج عمره را از پیغمبر خدا درخواست کردم، رسول اکرم چنان جواب گفت قسم به خدا اگر تمام دنیا را در عوض این کلمه برام میدادن من قبول نمیکردم. تمام دنیا را با تمام قصرش با تمام زیور و زیوراتش اگر میدادن من به این جمله که پیغمبر خدا گفت هیچ وقت عوضش نمیکنم. این چی جمله باشد؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک. عمر گفتن راهی سفید برای تو رو، گفتن حج عمره را بکن لیکن در دعا محمد فراموش نکن. ببین لیکن در دعا وقتی طواف کردی و در عبادت نشستی محمد که حبیب خدا در دعا باید یاد کن، در حق محمد دعا کن. این از این خیلی بزرگی است برادر عزیز، این خیلی بشارت بلند، این خیلی بهای کلام برای عمر رضی الله تعالی عنه هست. در دعات محمد یاد کن، محمدی که اگر دعای عمر هم نمیشد و در پیشگاه پروردگار محبوب ترین بنده هست، لیکن شرف عمر برای تمام امت اسلام اعلام کرد که ببین از عمر دعا میخواهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. شب معراج بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر یک قبط آسمان در یک پیغمبر را زیارت میکرد. عاقبت پروردگارش زیارت کرد، با پروردگارش هم صحبت شد. بعد هم صحبت شدن اجازت گرفتن که با همراهی جبرائیل جنت و دوزخ سیرش دهد. جبرائیل پیش پیش
رسول اکرم از پس به دوزخ رفتند، دوزخ تماشا کردند که اگر یادتان باشد من یک جمعه در اطراف این سیر پیغمبر خدا در دوزخ برای شما بیان کرده بودم. دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر مهربان که بودند بسیار از دوزخ خسته شدند، عذابهای دردناک دیدند، عذابهای هر گونه را دیدند، بسیار حضرت خسته شدند. بعد از آن جبرائیل دید که حال خستگی و غم و دقت رسول اکرم فرا گرفته است، حضرت جنت آوردند. در جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که من وارد شدم آن ناز و نعمت جنت که دیدم، خیلی اشتیاق جنت در وجود من بیدار شد و اولین شخصی را که در جنت دیدم این رمیسا بود، این زن بود که در دنیا از خدمت شوهر وارد جنت شده بود. این رمیسا بود میگوید، زن ابو طلحه، خدمت شوهر کردن در دنیا، دعای نیک شوهر را گرفتن. رسول اکرم اولین شخصی را که وا خوردم انا همون رمیسای زن ابو طلحه بودن. بعد از آن میگوید وقتی که جنت قصرهاش تماشا میکنم، ولی چگونه ما و شما در تلویزیون اگر یگان مملکت‌هایی را که آشیانه‌های بلند دارد و تماشا میکنیم میگیم چی دولت‌های زیبا هست. رسول اکرم به نزد این آشیانه‌ها میگذشت، در حدیث مبارک میگوید که 60 میل برای یک آدم جنتی پروردگار عمارت آباد کرده است. 60 میل وقتی که من حساب کردم در خانه 300 کیلومتر بلندی شده است. 300 کیلومتر پروردگار برای هر یک جنتی قصر در جنت دارد. ببین در دبی یک عمارت دارن 1 کیلومتر بلندی دارد، تمام دنیا را در حیرت گذاشته است. 1 کیلومتر، الله 300 کیلومتر عمارت دارد برای یک مرد جنتی میبخشد. رسول اکرم وقتی این عمارت ها را تماشا میکرد لذت میبرد، خیلی وقتش خوش شد که امت من وارد این قصرهای زیبا میشوند. بعد از آن میگوید یک قصر را دیدم که در بین همه قصرها فرق کننده بود. این قصر تماما قصر دیگر بود، ساختش دیگر بود، آن چیزی که در اونجا استفاده شده بود اون هم از مصالح های خیلی قیمت استفاده شده بود. فابصرت، نگاه کردم، فقلت لمن هذا، پرسیدم گفتم این قصر زیبایی که فرق کننده است این قصری کی باشد؟ فقال لعمر ابن الخطاب. ببین جواب از جنت می آید، این قصری که می بینی خیلی دیگرگونه است، این قصر عمر فرزند خطاب است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از شب معراج گشتن این حکایه را در زمین در پیش عمر حکایت دارند، در نزد مردم حکایت دارند، سیر جنت حکایت دارند. حضرت عمر گوش میکرد. وقتی که این سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فاردت ان ادخله، وقتی گفتند این از عمر ابن الخطاب است اراده کردم اینکه وارد شوم، خواستم درونی باید تماشا کنم. فذکرت غیرتک، میگه به سوی عمر نگاه کرد و گفت، عمر میگه پرسید رسول اکرم آیا واردی اون خانه شدی یا نشدی؟ رسول الله گفت که غیرت تو مرا نگذاشت که وارد خانه تو شوم، غیرت تو نگذاشت که من وارد خانه تو شوم. رسول اکرم فبکا عمر مثل کودک میگریست در پیش پیغمبر خدا، میگفت علیک اغار، ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو باد، نخواه که من از تو دیده با غیرت تر باشم، نخواه که من از تو دیده جسارتی بلند داشته باشم. رسول اکرم میگوید نگذاشت که غیرت تو، نگذاشت که من وارد قصر تو شوم. این انا همان عمر هست که شاید بعض ناخلف ها نسبت عمر تحقیر داشته باشد، بعض انسان های ناپاک و افلاس حضرت عمر مورد محاکمه قرار دهند. انا همون عمر هست که من از زبان پیغمبر
ترجمه حال او را، فعالیت او را، بزرگی او را به زبان شما گفته ایستادم، به گوش شما رسانیده ایستادم. حضرت عمر آدمی با غیرت بودند، البته غیرت داشتند. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جهاد برگشتند، با غنیمت بسیار و با غلبه برگشتند. به ناگاه میگوید یک زن سیاه‌پوسته در دستش یک دایره داشت، آمد پیش پیغمبر خدا را گرفت و گفت حبیب خدا، پیش از آن که تو جهاد رفتی من نظر کردم که رسول اکرم اگر صحت و سلامت برگردد، با غلبه برگردد، من در پیش او دست میزنم، دایره میزنم. حبیب خدا اینه من نظر کردم. حبیب خدا گفتن بگذار مادر، گفتن دایره بزن. گفتن این سیاه‌پوست میگه دایره میزد در خانه پیغمبر خدا. این هنگام میگه علی در آمدن، این زن دایره را میزد. حضرت ابوبکر در آمدن، این زن همون دایره زنی را دوام داشت. حضرت عثمان در آمدن، این زن از دایره زنی باز ایستاد. لکن وقتی عمر در آمد، این زن در حال دفش را جمع کرد و در یک بیخی خانه نشست. از عمر ترسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خنده کردند، تبسم کردند، گفتند ای عمر، گفتند قسم به خدا، گفتند که از سایه تو شیطان میترسد، شیطان از سایه تو میترسد. گفتند حتی شیطان، گفتند از تو میگریزد. ببین شیطان از عمر میگریخت. شیطان سایه عمر دیدن قوت نداشت برادر عزیز. لیکن امروز امت اسلام ببینید، امروز شیطان از بعد شخصیتان میگریزن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا از شیطان گذرانیدن. بله شیطان میگریزد به خاطر که دیگر شیطان لازم نیست برای جسم او، وجود او، زیرا وی آن عملهای را انجام میدهد که شیطان در حیرت گذرانیده است. خدا رحمت کند حضرت جنید قصه معدن حال میزند. مولوی حضرت جنونی چنین نقل است اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. دوستای خدا با سوز میرفتند در قضای راه، هر طرف این زنای بیگانه و زنای هر گونه را تماشا کردن میرفتند. هر خانه در مثل گاوی بیشاخپن نمی در آمدند، در راه ها سوخته سوخته میرفتند، در فکر خدا بودند. به ناگاه دید اون ملعون شیطان به مکاری شده چو طفل عریان، جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی اون نظاره. نگاه کرد شیطان هم میشناختن، ناز شیطان دیگر شناخته نمیشود. اونا شیطان هم میشناختن. دید که شیطان خودش را به منزله کودک کرده است و کودک چهل است. هر یک آدم کودک که بیند حتمی یک سری وی دستمال میکند، یک دوستداری میکند. شیطان میدانست که خودش به کی مبدل کند و هر یک شخص می آمد این طفل می برداشت. میدانست که این شیطان است، بوسه میزد، به او پیسه میداد، به او غذا میداد. جنید که وی شناخت به او نظاره کرد، گفت عیب نمیدانی، عیب نمیدانی، گفت که در گردن این مردم سوار بشوی، عیب نمیدانی که این مردم با تو اینقدر معامله خوب دارن، عیب نمیدانی، گفت از خدا نمیترسی. لیکن ابلیس چی جواب گفت؟ جواب ابلیس رو ببینید، بسیار جواب قابل قبول به جنید گفتن. جواب گفتن که جنید دیگر عاجز آمدن. بگفت ابلیس مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا. اینایی که میبینی من سوارشان میشوم، اینا را تو گفت آدم نگو، اینا را مردم نگو، اینا کسانی هستند که چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود مردم همان قوم جگرریش که راه حق پرستی کرده در پیش. آجا تو مردم گفت جنید تو هستی، هر یک دم میسوزی، هر یک دم در یاد خدایی، هر یک دم در فکر قیامتی. اینا پروای قیامت هم ندارن، پروای گور هم ندارن. بعدش آنقدر به انصاف است که زنده شدن در قبر باور ندارد، اگرچه نماز هم که خواند. ولی این حقیقت دارد، باور کنید. بعدش نماز هم میخواند، قیامت هم باور ندارد. زنده شدن در قبر و عذاب و راحتی قبر هم باور ندارد. شیطان گفت، جنید گفت هیچ وقت نگو این خیال. اون مردمی که با تقوا هست، خدا ترس هست، با اونا من چقدر نمیشوم، من قوتم ندارم با اونا نزدیک شوم. لیکن اینهایش که از من گذرانیدن، اینا همش گاو و خری من هستن، من اینا را سوار میشم.
این معدن حال میگوید. یکی از من نرنجد یگان کس. هرچی میگویم سخن عزیزها هست، سخن خدا و پیغمبر است. به خدا قسم هیچ کدامش سخن من خودم نیست. حضرت عمر غیرت داشتن. رسول اکرم گفتن شیطان از تو میگریزد ای عمر. عمر غیرت داشتن که وقتی عمرو ابن العاص ببینید میری شهری مصر شد، در مصر میری شهر بود. حضرت عمر در خلافت بودن، سردار بودن، رئیس بودن، کلان بودن، همه اونها در زیر اطاعت حضرت عمر بودن. بار عمرو ابن العاص بچه داشت به نام محمد. این حکایه را، این قصه را انس ابن مالک میکنند. میگوید بار در پیش حضرت عمر نشسته بودم. انس ابن مالک میگوید این صحابه پیغمبر خدا هست. و ناگاه میگوید یک شخص دروازه حضرت عمر کشاد، همون کابینتی که حضرت عمر اتاق کارش بود، و خودش را میگوید در زمین پرتافت و داد و وای گفته عمر بدادم برست، عمر جان مرا خلاص کن گفتن. حضرت عمر این حالت در این مسلمان دیدن، حیرتی شدن. گفتن که از جان بنده خدا از کجا هستی؟ گفت از مصر هستم، مصری هستم. گفت چی معامله داری؟ جای آمدی که هر کسی که به تو ظلم کرده باشد قسم به خدا گفت ظلم او را، انتقام او را من از تو میگیرم. سخن بران گفت کی به تو ظلم کرده است؟ گفت در مصر والی داری، میری شهر داری به نام عمرو ابن العاص، بچه دارد به نام محمد. اسبدوانی تشکیل کردند. در این اسبدوانی اسب من پیش رفت. لیکن این بچه که بچه میری شهر بود، بچه سردار که بود، چند قمچین در پشت من زد و مرا قفا انداخت تا که من جای اول اشغال نکنم. بعد که مسابقه انجام یافت او میدانست که من این شکایت به تو میرسانم، برده مرا در زندان انداختند. من از زندان گریخته به پیش شما آمدم، عمر به دادم برست. حضرت عمر را ببینید چیکار میکنند. حضرت عمر ناراحت شدند. انس ابن مالک میگوید بسیار غضب آلود شدند. در او مکتوب نویساندند به عمرو ابن العاص. زمانی که مکتوب را میگیری در حال همراه فرزندت محمد به اتاق کاری من حاضر شد. مکتوب عمرو ابن العاص گرفت، وجود او در لرزه فرا گرفت. میدانید چیزی سر زده باشد. وقتی آمد میگوید چند روز عمر او را قبول نکرد، چند روز قبولش نکرد، خوب عذاب کشید. بعد از آن قبولش کرد. اول عمرو ابن العاص در آمد، فرزندش ندید، کمی توقف کرد، نگاه کرد که بچه‌ش هم در آمد. انس ابن مالک میگوید من نزد حضرت عمر بودم. گفت ای عمرو، گفت این مردمی که آزاد از مادر تولد شدن برای چه همه اینا برای خود غلام گردانیدی؟ چیکار کردیم حضرت؟ او مصری را در آورد نزد من. مصری در آمد. تو اینا دیدی؟ گفت بله دیدم. حکایه کن. حکایه کرد. همچین در دست آدم مصری حضرت عمر دادن. محمد بچه اد را در تنه خرما ببند. بستن. بگیر قصاصت را از بچه آن کسی که افتخاری به پدر و مادرش کردن. بگیر. گفت این افتخاری با همین تکیه بر همین کرده و الا این کی دارد؟ گفت در پیش پدرش گفت قصاص را بگیر. گفت این میگوید انس ابن مالک میگوید یک چند ضربه زدن. اول میگوید انس میگوید من بسیار طلبکار بودم که عمر بسیار خوب کرد، قصاص از این مرد گرفت. که وقتی دیدم که بسیار به شدت میزد، حضرت عمر را گفتم که باز دار ویا، بس است برای او. حضرت عمر امر کرد، باز اس گفت همچین نگو در تنه عمرو ابن العاص بزن، پدری او را بزن. گفت که این آدم مصری آدم عادی بودن. گفتن حضرت گفتن من از شما راضی شدم. گفت این کس به من جبر کرده بود، من حقی خود من از پشت این آدم گرفتم، لیکن من به پدر این کس گفت کار ندارم. ببین این غیرت نیست؟
این غیرت حضرت عمر بودن، هم غیرت بودن، هم چی بودن؟ هم عدالت حضرت عمر بودن. خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه را. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. اینم روایت مسلم است. ایمان شما کامل نیست ای بندگان خدا تا زمانی که شما خدا و رسول او را از پدرتان، از مادرتان، از تمام یار رفیق، از تمام نزدیکترین انسان اگر شما دوست ندارید، خدا و رسول او را اگر از پدر و مادر و از یار و رفیق و از مال و چیزی دنیا اگر دوست ندارید، ایمان شما کامل نیست. گفتن پیش از آنه که من دوام اینه که با عمر وابستگی دارد بیان کنم، اینجا یک چیز یادم آمد. ببین رسول اکرم میگوید اگر شما خدا و پیغمبر را از پدر و مادرتان، از فرزندهایتان، از تمام مردم، از آن چیزی